قسمی که در تصویر میبینین ساحه ولنگ است. قسمی که در تصویر میبینین ساحه ولنگ است، ولنگ سالنگ. بیشتر از 2-3 متر برف زده و مجاهدین قماندانی امنیه ولسوالی سالنگ به گزما آمده. کسایی که در راه بند مانده، مسافرین یا موتورایی که سفر داشتن طرف شمال و کمکشان آمده. انشاءالله دسته خیرتی است، مشکلی نیست، خسارات مالی است، خسارات جانی نیست. وضعیت یه چی اخلی بورو و حفظ مرتبات قماندانی چطور؟ خوب بود. از پلیس هم همکار بودم و سال کار 24 ساعت شب روز کار میکرد. دیگه بوترونه گیر ماده بود، یک کلارا در منطقه ولنگ قبل که نفت کرد. اینا رو مردم منطقه و کار اینا رو کلش مکمل نجات داد. آوردن به کلار ولنگ که با جایشون کردن. فاز کار هم کار بود، قانون ولسوالی هم کار بود. دروازه ولنگ که مربوط به ولسوالی باشه اینا هم کار بود. پای کنده که فعلا برکوش داده شده منطقه ولنگ است که مردمشون نجات داد با همکاری ولسوالی و مرتبه. دیگه همکاری رو کردن مثلا. قسمی که در ساحه میبینید